دختره خوبم، نشانه‌ای که امروز اومده کلاس ما تا خودشو به شما معرفی کنه و وارد جدول الفبای ما شده، یعنی وارد شهرک الفبامون شده، صداش چیه؟ ج. آفرین. خوب نگاش کنین ببینین چه شکلیه. به نظر من شبیه یه نشانه‌ایه که خونده بودیم. آفرین. بذار ببینم. بگو ببینم کی هستی؟ چرا شبیه خ هستی؟ نه چه هستم؟ نقطه خ روی سر، نقطه من زیر سر. چه غیر آخر هستم. غیر از آخر همه جا جای منه بچه ها. اول جنگل هستم، وسط سنجاق هستم، آخر گشت نشستم. بچه ها راست میگه. خ نقطهش بالای سر بود اما ج نقطهش پایینه. حالا ببینیم داداشش چی میگه. داداشش میگه منم ج آخر هستم، آخر همه نشستم، شکم گنده دارم، خیلی دوستش میدارم، آخر میام همیشه، به غیر از این نمیشه. بچه ها راست میگه، شکم گنده داره، همیشه هم آخر میاد. نگاه کنین اینجا چه شکلیه؟ درخت کاج. ببینین ج آخر اومده دیگه، بعدش چیزی نیومده. بچه میدونین چرا بعدش کلمه ای نمیاد این ج؟ به خاطر اینکه دستش رو خط دراز نیست، که دستش رو جمع کرده، اصلا دستی نداره بخواد دوست بشه با کسی. ولی این ج غیر آخر دستش اینجوری دراز گذاشته، خیلی مهربونه. میگه لطفاً بیایید با من دوست شین، نشانه های دیگه با من دوست شن. مثلا ج میگه من دوست دارم با ا دوست شم. دوست بشه با ا چی میشه؟ جمع مثل چی؟ جزیره، جنگل، جدول. آفرین. بچه ها حالا یه چیز دیگه. حالا اینکه خودشو معرفی کرد ج آخر، داداشش آخرش یه چیزم میگه من تازه شبیه سر جوجه هستم. دیدین جوجه صدا میکنه میگه جیک 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 جیک، همه جیک جیک کنن. وای خدا. آفرین. بچه ها بذار ببینیم کجا شبیه سر جوجه است. سر جوجه رو دیدین؟ این جوجه زرد کوچولو ها، نازنازی ها، یه چند تا تار مو اینجای سرشون دارن زرده. فکر کنم اونجا رو میگه. بذار ببینم. مثلا اگر این تار موشو با این، راست میگه بچه ها، این چشش هم میشه نقطه است. بس این نشانه اول اسم چیه؟ جوجه، که تو سرش هم شبیه. وقتی اینجوری صدا میکنه، دهنشو باز میکنه، چی میگه؟ جیک 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 جیک. آفرین. بچه جیک جیک رو نگاه کنید. صدای ج کجا اومده؟ اول جیک اومده. آفرین. جیک جیک. حالا اینجا جوجه. بچه ج با او جو. ج با ا چسبان، این میشه ج. کجا اومده؟ اول. اینجا کجاست؟ وسط. خب حالا بچه ها توی این شکلمون گفتیم کاج. ج ما که شبیه سر جوجه است آخر اومده. اینجا شکلمون چیه؟ این نشانه کجا اومده؟ اینجا شکلمون چیه؟ تاج پادشاهی. بله. این نشانه کجا اومده؟ آفرین. این شکلمون چیه؟ نشانمون کجا اومده؟ آفرین. حالا به من بگین ج با آ، ج با ا، ج با ا، ج با ا چسبان. آفرین. گنجیش. ج با او. بله عشقم. ج با او، ج با ای. بچه ها این ای وسطه. ج با ای وسط جی، ج با ای آخر جی.
آفرین بچه های خوبم. حالا 2 تا مثال بزنین. به من بگیم مثالایی بزنین که توی تخته نباشه. آفرین حسنا. جیرجیرک، جغد، خب سنجاق. یکی یکی بگید. یکی یکی بگید، من نمیشنوم. مثل جوک، آفرین. گنجش، مثل جارو، بله. گنج، آفرین. یا جنگ، درسته، آفرین. دخترای خوبم.